شوهر بسا وزن گرفته بود. خانمش طرفش سعی کرد گفت که فتا نه اکسرسایز میکنی. او مای گاد، چطور کنم امرای؟ نه اکسرسایز میکنی، نه ورزش میکنی، میفهمی که اینانه که تو میخوری بسیار زیاد نقص داره. خودت خو میخوری، برای بچه‌ام میتی، برای اولادام نقص میکنه. امی دنیا و میشه کم نرسم بمری خورده بمری دم قبرم که بری شکم سیر بری. فتا ما امشب یک ملم پیدا کردیم، به خاطر که تو زیاد نمیفهمم، حداقل یک دانه کست بان بازی که نه بابایم رقصه یاد داشت، نه آقایم. خو خیر حالا کلک یاد نداشت. بایسکل دوانی خو یاد داری؟ خوکایی است بایسکل دوانی که نه یک نمی پس مونده بود. بان ما را غرض نگی دیگه ما را. خودمی اسنا این شو خو شد و 12 یک بجه شو بود که کریم کشید که شکم فتا را چرب کنه. فتا خدا بخیمی قرآن دی دولت بزنه بخی گمشا. فتا خدا بیدار بگی شکم تا میمالم، چربای شکم تا میمالم کلش هاو میکنه. دمی اسنا دیگه شکم از ایره میمالید. دمی خورس بابا بچگکش بیدار شد. بچگکش بیدار شد گفت مادر چی میکنی؟ در این نصف شو چی میکنی؟ بچه این بابه چاخ شده. تو چاخ شده که تو اینی کریم پیدا کردیم شکمش چرب میکنم که لاغر شوه. مادر هیچ زحمت نکش. تو که صبح میری نوکری، تو که صبح نوکری میری طرف نوکری، دختر همسایه میه که پدرم لب به لب میشردیش پس پفش میکنه. مادر کلان مریض شد و فرمایش است از دوستا. مادر کلان مریض شد در البته دمی امریکا. مادر کلان مریض شد و یک دفعه مادرش دخترک خود صدا کرد که نیلاب 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 و نیلاب. بله مادر. Can you today your grandma have appointment? Can you take her to the doctor? Oh my God. Oh my God. Mom, sorry, I can't. خیره بچه من امروز اپایمنت ابروی ما دارم. ابروی ما میچینم و دخترک چاینیز بسا خوب ابرو میچینه امروز و نمو بازدگه نمی باشه ابرویم خراب میشه. خیر امروز بیگه که تا ببر بازدگه نبر من میبرم. I know. وقتی که بیبی را میبرم در اونجا پیش دکتر اوتی یک قسم لغت ها میگه که مایید نشنیدم. خیره بچیم لغتایش بر من تلفن که من مانا برات میکنم. هر چیزی که گفت خیره جان مادر خود. اوکی میبرمش. او مای گاد. به خاطر که همیشه میبرمش پیش دکتر. آدم بیاب میکنه یک قسم آدم. او مای گاد. I don't know. خیره جان مادر ببرش. بیبی جان. بله چطور هستی و دختر؟ بیبی جان امروز اپایمنت دکتر داری؟ من باید تا پیش دکتر ببرم. اونجا که پیش دکتر بردم تا بیبی جان وش کنی که دکتر هرچی میگه اما تو برای من میگم باز تو به دکتر بگو. خو دینا شو پره شو تا صبح خو نشدیم بچیم. I know من میفهمم خو نشدین. برقتان روشن بود. من میفهمم.
خوی را آورد پیش دکتر را میندی بود دیده که به من آورد یک دفعه گفت که My grandma, she has appointment today. I know, yeah. Can you please welcome? What is going on? بیبی جان میگه چی گپ هسته؟ بر دکتر بگو بسو عالم خراب است. 2 شب شده ات یک گل دارم که پرسان نکو. بگو کدام چیز در شکم میگرده ات یک چیز بالا میره باز پایان میایه باز دست راست دور میخوره باز پس دست چپ میایه باز پس دور میخوره دمی سر نافم استاد میشه بیز 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 میکنه. I don't know. What you say? What happened? Can you tell me what is going on? She told me something going on to my stomach. Inside my stomach something is go up, then go down, then go right, then you turn back, go straight to left, then you turn back, then stop to my belly button, then do that vibration, va 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 va. Can you tell him a little farted? Can you tell him? Just a little farted because the fartest last away. That's why. بیبی جان میگه که میتونی یک گوزک چوچه بزنی؟ بر پدرت نالد. من زن سرسفید چطور پیش روی از یادم کتک گزدهیم. بیبی جان پلیز اما تو نکنین. این دکتر هست. دکتر به شما میگه که باید یک دانه گوزک چوچه بزنین. او پدر نالد من چطور گوز بزنم؟ بگو در کلچر ما گوز نیست، در فرهنگ ما گوز نیست. با یک گوز آدم ها کشته شده، با یک گوز زنا شویا طلاق شده، با یک گوز هزاران طفل سیلی خورده. دی در فرهنگ ما نیست. I don't know. What you say? Sorry, she says not our culture. I don't know. There's a lot of this. Somebody farted. The woman in front of husband. The husband divorced that. For What happened for one fart? This is very bad deal. This is not good. This is not good. What kind of culture is this one? You have to keep it your fart. This is the culture. If she want, I want to fart it for her. بیبی جان میگه که میخوای من برات گوز میزنم. Don't worry. She do that copy to me. میگه از روی گوز ما کاپی کن. تا عردی ما گوز ما یک رنگ باشه. پدر نالد قوی است که محمد گوز زده میتونم یک گوز بزنم مرا میپرانه. من چطور گوز بزنم؟ همین خودت فکر کو. برش بگو که شما خود دال میخورین، شما در فرهنگتان است. من دیدم یک خورخنده ایندی داشتم کتش که را میگرشتم اینما تو پنجابی پوشیده بود استاد میشه در الا میکرد. میگفتم چرا تو میکنی؟ میگفت به گردایم فایده داره. آرام میشم. من نمیزدم پس خانه میآوردمش. What you say? I don't know. She said this, I have Indian friend, you know, sometimes we are walking, she farted a little long, yeah. I keep back home, you know. That's why the problem, you know, this, you have to fart it, else you're gonna be healthy. Can you tell her, you want to long life, you want to healthy, you have to fart it. بیبی جان میگه اگه میخوایی که زیاد عمر دیگه زنده بانی باید از گوشت بزنی. من نمیزنم. برش بگو که من نمیزنم. گوشت در فرهنگ ما نیست. ما که بیخی. Otherwise she not farted, I have to do that operation her.
بیبی جان میگه که گذکت نمیزنی من باید دست را عملیات کنم. حالا بگوین که با یک گوز مرده. حالا بگوین که کوکوگل با یک گوز شهید شده. پیش خدا چی بگویم؟ اینه شهید گوزه. اولین کسی که بس گوز شهید شده پیش خدا استاد شوم. حالا بیاز آقای ما خو دیدم که میگه کل خوارت آمده بیادرایت آمده تو چرا نمیایی؟ How old is she? بیبی جان چند ساله هستین میگه؟ در اونجا بردهش هستم. Oh yeah, she is almost 95. Yeah, that's enough for her. That's enough. That's enough. I'm gonna do that operation. It's good. Otherwise, thank you. بیبی جان میگه که من باید شما را آپریشن کنم عملیات کنم. چطور کنم بیاز آقای من خم دیده بود. جان بیکسم. خوی را عملیات کرد. وقتی که عملیات کرد سباک نواسش آمد گفت what happened? What happened to operation is good? Operation got very successful. Operation, the patient has died. نفر یک چند پیک خورد خوب نشه شد گفت سرش خوب صحیح گرم شد دیگه گفت خوشی من میخورم خسر برای من میجوام خسر برای کلان من میجوام خوب صحیح اما تو پوقانش میکنم که پرس بترخ. یک دفعه دمی اسنا خانمش داخل شد گفت چی میکنی؟ گفت مادرم میخورم میجوام گفت خوب صحیح بجویش. یک دانه کوک هم من میتومد که تیز ازمش کنی. یک خانم برای شوهر خود گفت که عزیزم یک تلفن خود برام بخر. من چقدر دوست دارم. خیر یک تلفن خود برام بخر. کلاگی خوارخوندایم کلاگیش تلفن دارم من ندارم. حالا من چی کردیم که برام تلفن نمیخری؟ یگان زن و شوی یک رنگ است. حالا نمیخرم حالا چرا بخرم برای تلفن بخرم؟ تو چه به تلفن؟ خیره چرا نمیخری؟ خدا علای از رویم بگیره تا. یک تلفن مردم سعی که بر زنهای خود چیز که نمیکنه. کل زن خود بازار میبره کل زن خود در رستورانا میبره نان میته هر جای میبره. تو چرا من نمیبری؟ حال ترکی ببرم بیشیوانه تو قوارید با بردن نیست. ابروی تا سعی کن برو ابروی تا پاک کن. یک زن هم ندیدم بیادر شوکتم خو میشی بیادر گمش چی بگه یک کالای خو نداری. حال تو بیار که من بپوشم. خود تو پوشیدنش یاد نداری. یک دانه آوردم برات پس و پیش پوشیده بود. هیچ نخر خدا احتیاج من الهی هیچ خدا احتیاج من نکن. الهی خدا دیگه من تو احتیاج نکنن که تو خب بیره که باز من چطور میخرم خب پیسای تشعب دوزی میکنم عجیبه. برو دوزی کن
کلش در نیفنم است. نیفنم از نیفنم میگیری؟ خب شد عادت شد گفتی. خب پیسا را جمع کرد و دمی اسنا خانم بیچاره خپ و چپ شوهر خود یک تلفن خرید. به این مجرد که اول تلفن خرید به شوهر خود زنگ زد. به می شوهر خود کمی زنگ زد، شوهرش که گوشی را برداشت گفت بله کی هستی؟ جان پفام میکنی؟ اگه مجرد هستی یک پف کن، اگه متعیل هستی دو پف کن. خانم یک پف کرد. اوه نوش جان بلا. اگر جوان هستی یک پف کو، اگر سنت سال خورده است دو پف کو. اگر قندولک هستی یک پف کو، اگر نیک نیستی دو پف کو. به قرآن لگید. چرخی تو خدا شو. الهی شکر که مرا خدا از این پخپلو نجات بید. خدایا شکر. عزیزان دیوانه خدایا شکر. بکنیم دیگه بکنیم. اگه امرایم دوست میشی رفیق میشی یک پف، اگه نه که نمیشی دو پف. جون الو. خدایا شکر. خدایا شکر. در 18 سال چی نان بیمزه خوردم. الله شکر. بیخیای نمی نان بیمزی از این قواری مگشتان. خدا یک روز گفتمش مستاوه پخته که آمد در پیشوری مستی میکنه. میگه مستاوه را به دمر بابی خود نخوردی بود چی هست؟ میگم قروتی پخته که او را بیاد نداره. ای خدا. گفتم کله پاکو. گفت من هیچ کله را در زندگی نخوردیم. خب اگر وعده ملاقات امرای میتی امروز ساعت 4 بجه یک پف، اگر نمیتی دو پف. آمد خانه دریشی را پوشید پاک صفا. زنش گفت کجا میری؟ چرا تو خدا لایس کردی؟ حالا میرم یک جای میرم وی تو چی؟ آمر ما ساعت 4 بجه گفته که امروز جلسه داریم میتینگ دارم. حالا چه خواستم میتینگ از ساعت 4 بجه؟ من ساعت 4 بجه هیچ وقت در میتینگ نرفته بودی؟ کجا می راست بگو؟ حالا میرم میتینگ دارم به تو چی؟ خب برو برایت به خدا. میتینگ داری؟ میتینگ دارم. خدا عطر مطر زد کالا را پوشید. به این مجرد که برآمد گفت اگر نا وقت آمدی دو پف، اگر وقت آمدی یک پف.